چند از آسیب دیدگان حمله احتمالی کیمیاوی در ادلیب سوریه را برای معالجه به شفاخانه در شهر ریحانلی ترکیه آوردند. آنها به خبرنگار رایترز گفتند که بعد از حمله گرفتار نفس-تنگی، دل به‌حضوری و سرگیجی شدند. یک موشک بود و ترکید و دود زیادی از آن خارج شد. دود زیاد و بوی همه جا را فرا گرفت و نفس کشیدن سخت شد. ما دیگر نفس گرفتن نمی توانستیم. نفس گرفتن نمی شد. مطبوعات ترکیه نوشت که کمش 15 نفر و به خصوص زنان و کودکان را برای معالجه به این کشور آوردند. روز 4 اپریل حامیان حقوق نیروهای دولتی سوریه را به حمله کیمیاوی در شهر خان شیخون متهم کردند. در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌های مدهش مردم بیهوش در کوچه ها را گذاشتند و بنا به گزارش‌ها 72 نفر در این حمله کشته شدند. فعالان و طبیبان و نجات بخشان در این شهر زیر دست آشوبگران میگویند که حمله کاری دست نیروهای سوریه است. ارتش سوریه این ادعا را همیشه رد کرده و گفته است که هیچگاه در جنگ 6 ساله داخلی اسلحه کیمیاوی را استفاده نکرده است.